بسم الله الرحمن الرحیم. ماهی رمضان این ماهی قرآن مبارک، ماهی رمضان این ماهی قرآن مبارک، ماهی کرم و رحمت رحمان مبارک، ماهی کرم و رحمت رحمان مبارک. ماهی است که بهتر ز جمیع ماهی سال است، ماهی است که بهتر ز جمیع ماهی سال است. آمرزش و بخشیدن عصیان مبارک، آمرزش و بخشیدن عصیان مبارک. ماهی است که دروازه جنت همه باز است، ماهی است که دروازه جنت همه باز است. آزادی همه از دوزخ و نیران مبارک، آزادی همه از دوزخ و نیران مبارک. ماهی است که روزش همه مردم روز است، ماهی است که روزش همه مردم روز است. شبهای پر از خوانش قرآن مبارک، شبها پر از خوانش قرآن مبارک. ماهی است که اندر ده آخر شب قدر است، ماهی است که اندر ده آخر شب قدر است. بهتر ز هزاران ماهی به آن مبارک، بهتر ز هزاران ماهی به آن مبارک. ایف از فیض و فتوحی سحرش بهر نماید، از فیض و فتوحی سحرش بهر نماید. هر شامی پر از نعمت الوان مبارک، هر شامی پر از نعمت الوان مبارک. هر لحظه این ماه غنیمت بشمارید، هر لحظه این ماه غنیمت بشمارید. هر دم به شما مژده ز یزدان مبارک، هر دم به شما مژده ز یزدان مبارک. من عاجزم از مدحت این ماه معظم، من عاجزم از مدحت این ماه معظم. وصفش شده از جانب سبحان مبارک، وصفش شده از جانب سبحان مبارک. ماهی رمضان این ماهی قرآن مبارک، ماهی کرم و رحمت رحمان مبارک. الله سبحانه و تعالی این ماه برای ما و شما الها مبارک بگرداند. رمضان حرفاش به چندین معنی بزرگان انشاءالله خدا خواهد شرح دادیان. رمضان انشاءالله از یعنی چند حرف عبارت است. ریش رزق فراوان. الله سبحانه و تعالی در این ماه انشاءالله همه خانه ما و شما از ناز و نعمت زیاده است. سبحان الله. وقتی که انسان روزه میگیرد و روز انشاءالله خدا خواهد خاطری یعنی آذوقه می شود. همه گونه میوه ها در خانه ما چکار میکنیم؟ در وقت افطار انشاءالله تیار میکنیم. خیلی نمودها همین امروز که انشاءالله بعد نماز شام همه استلای ما شما نکریوت کرده است. با خیلی انشاءالله خدا خواهد میوه جاده ها، با خیلی ناز و نعمت ها بیرون از رمضان نمی شود. باور کنید بیرون رمضان که هم یک موجین شاید فیراد میکنه نونی قاقه میپرده یک کاسه آو میگن آخه بخیر خشک تو مردک همه خیلی چیزه. لیکن در ماه رمضان چی؟ اون چی که زنک هم چیزای بجایش است میبرارد تا اینکه انشاءالله فیض و فتوح ماه مبارک.
سبحان الله. این ماه مخصوصا برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. آش میگد عملهای خوب، چون که در این ما فقط عمل خوب میکنیم، قرآن میخونیم، ذکر میکنیم، الحمدلله تراویح میخونیم، شبها را زنده میداریم. حقیقت نیست. الحمدلله میگد مقصدهای نیک داریم. هر روز در هر طاعت، در هر عبادت، هر نماز دعا میکنیم پروردگار خدا خوبی شود، آسایشته شود، تینجی شود، یا که وطن موتین شود، پادشاه الله نگه دارد، خلق الله نگه دارد، یا که این ماه خداوند یعنی 11 ماه دیگر شد و تو فعل این ماه مبارک الله ماه پرفیض پر برکات. دیگه چیکار میکنیم؟ انشاءالله خدا خواهد مقصد میکنیم. اشتی عملها کاری خیر، چون که ما شما در این ماه همه سخی میشود. الحمدلله خدا خواهد امروز درست شده باشد. چند بار است جوانای عزیز خدا خواهد از هر گوشه کنار تلفن میکنند، با که خصوص در همین دیار زندگی میکنه که ما انی خطر چیز داریم داملا کیان دتیم برای ما روی خط کرده. الحمدلله سخاوتمند زیاد شد. عملای نیک سخی کردن، خیر و احسان کردن الحمدلله بهترین شد. والله علم دین بود خدا خواهد چند کس اگر دروغ نشود الحمدلله تمام انواع ناز نعمت دارند. امروز خدا خواهد با 46 کس نبادی خدا خواهد پگه روز شنبه بیاشوفتم، روز شنبه 46 کم بید انشاءالله با سومه ها می شود، انشاءالله محتاج و خرسن می شود. عزیزانی من امروز کم بغلا را خرسن کنیم. باید که انشاءالله در استالی بیارم خدا خواهد چی باشد؟ ناز و نعمت باشد. البته الله همه را بای کند، لیکن حیات از 3 زینه عبارت است. یکیش انشاءالله بای، یکی میانه حال، یکی کم بغل. این کم بغل را برای ما شما الله سبحانه و تعالی میراث خورد کرد. سبحان الله. و تو فعل این الله سبحانه و تعالی عمراتون رزقاتون کسب و کارامونده الله سبحانه و تعالی برکات میتید. پیغمبر صلی الله علیه و اگر در دنیا 3 چیز زیاده باشد، 3 چیز در دنیا قرار داشته باشد روی زمین برای شما خوب است گفتن. یکیش گفتن پادشاه عادل. الحمدلله اون شاه عادل است. سبحان الله. چی در دین ترقیات امروز داریم الحمدلله، چی در دنیا بی عدد شکر خدا خواهد. امروز بهترین الحمدلله خانه ها داریم، اون بهترین مسجد. سبحان الله. بین این هم تشبوس شاه است. از اجازت خدا خواهد خادمان حکومت است و خرسانشتن که برای برپا کردن خدا خواهد مسجد زیبا الحمدلله امروز خدا خواهد انشاءالله ازبکستانی نو تشکیل شده ساله. در ازبکستانی نو انشاءتای نوروز روز الحمدلله پاشا عادل. اگر گفت باید تو سخاوتمند باشد، باید خدا خواهد هرگز همیشه سخاوت کنند، همیشه محتاجان ده، همیشه خدا خواهد نیازمندان ده دستی خیرشون افتم کشاید. و اگر نصیحت شما به دانشمندان باشد روی زمین برای شما خوب است. گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. راست گفت پیغمبر نازنین محمد عیناً امروز همین چیزا همش هست. سبحان الله. الحمدلله امروز همه گوشت زنگ میزنن که چیکار کنیم، کجا پول صرف کنیم، کجا خیر کنیم، چون که درک کردن که درجه مکافات خیر جنت است. حتی اینکه در جنت یک دروازه است. این فی الجنه در جنت یک دروازه از خیاس برادران سخاوتمندان براش الله در است و روز قیامت اولین شده سخاوتمند بدراید. الحمدلله. خدا ما شما را سخاوتمند کند، ما شما را خیر احسان کند، جدی نکند، مرده نکند، بخیل نکند. ما شما را خدا زمین نگه دارد. آدم ها میگه 3 طایفه هستند: دهنده، گیرنده. خدا میگه دست چیز کند؟ دهندت کند. خدا سبحانه و تعالی با سبب دادن عمر درست بود، مال و ملک تا خدا زیاده میکنه انشاءالله. خدا خواهد. یکی دیگرش در زندگی آسوده باور میکنه در همین ما هیچ کس خدا خواهد انشاءالله آزار نمیتید. ماه رمضان آمد میگه از سوی بهشت
آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کسی در این ماه دل آزاری کند نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. اکل خدا بهشت هم حرام میکنه اگر در همین ماه با دل آزار باشی با همسایت آزارتی بدبخت. در همین ماه با خدا خواهد همسایت زنی، بچه ها تا آزارتی، عروس تا آزارتی. خدا خواهد انشاءالله از این بردنت به هست که ترا خدا برای چیز نوفرید، برای سخت دیلی، برای سخت دستی، برای فحش و فاحشه این زبان نداد. این زبان دادت که سبحان الله گو، این زبان دادت که الحمدلله گو، این زبان دادت که نصیحت کن بیچاره ها را، نصیحت کن مردم ها را. این زبان برای همین دادت تو را سخت دیل نکرد، تو را ظالم نکرد خدا در دنیا. خدا خود ظالم نیست. تو چی ظالمی میکنی امروز؟ نسبت آیلت امروز ظلم داری. از الله بترس، بوی بهشت نمیبینی، نتونی. خدا خواهد انشاءالله یک کم بغلم نتونی چی کردم؟ خدا خواهد ندارم تعریفش کرد، ندارم گوتره هیچ کس نمیزند یا بیزار کردی ای فلان پستان. یا بعض مردم ها هستن در دنی مردم هم بیچاره خودش حرکت کند یا غیرت کند یا میگد و خدا تم کم بغل کنی هیچ که نمیتونه. اگر میگه کوه در کوه زنی گفتی خدا میشه یا نبرد. اگر در تقدیراتت کم بغلی کشیدگی باشد حواره نشه و بای نمیشوی. این همش از جانب خدا هست، از جانب الله هست. اگر میگه نقاش را در اینجا نوشته بدان را، اگر نقاش را در اینجا سرشته بدان را در اینجا کی نوشته؟ کجاشو از خدا، کجاشو از پیش خود شاه شد، کجا سایل ز پیش خود گدا شد. پاشا نخواه میکنه که کی کرد؟ اینا الله کردش. الله مهرش در دل ما شما می اندازد. ما بچکا میکنیم همه یک تن و یک جان آواز میتیم که همین شاه برای ما لازم است، شاهی بهترین است. گدا هم میگه کی کرد؟ گدا هم الله میکنه. خدا نگهدار است. خدا خواهد انشاءالله میگه آرامشی خاندان امروز خدا خواهد همه جا سپکوی نشید. ما رمضان اومد حرکت داریم که ما شما یک کس آزار ندیم. حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد به طاعت عبادت باشیم، به ذکر باشیم. یا نمی آرامش در این ماه بهتر است و نمیگه نصیبتون باد. سبحان الله. همین بالای ذکر شدگی همش نصیبه ما و شما باد. خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی این روزه را برای ما شما فرض کردگی است. عزیزانی من انشاءالله روزه قرض است، قرض الهی است، یک ماه امتحان است. ما شما را امتحان کرده می سنجد کنی برای رضای خدا خوردن و آشامیدن و جیما را ترک میکنی. نه، شرطش چی است؟ هو ترک الاکل و شرب و الوطع من الصبح الی المغرب. یعنی مسئله فقهی نمیگه که یعنی روزه چی است؟ روزه ترک کردن خوردن است، آشامیدن است و ترک کردن جاگ خوابی است بزن. همین سه تا چیز است. ترک میکنی خدا خواهد تو بگه یک قنار میگیری، صبر میکنی شما نفس ما شما عذاب میتید. الله سبحانه و تعالی هر یک مخلوق الهی آفریدگی است. خداوند سبحانه و تعالی عقل آفرید. ببینید عقلی که داریم این هم الهی یک مخلوق است. عقل آفرید میگه خدا گفت پیشتر بیا، عقل میگه دیده اومد، گفت عقیبته برو، عقل عقیبته برفت. خداوند سوالش که عقل تو کی هستی؟ من کی هستم؟ عقل گفت میگه تو آفریدگاری من هستی و من بنده ضعیفی تو هستم. خدا میگه عقل گفت که میگه من تو را بهترین مخلوق کردم. بعد از این میگه نفس هم یک مخلوق است. نفس میگه آفرید الله سبحانه و تعالی. نفس گفت ای نفس پیشتر بیا، نفس میگه نجنبید. نفس گفت که عقیبتر برو، نفس نجنبید. گفت که میگه ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ تو هستی؟ گفت من هستم. 100 سال الله سبحانه و تعالی در یعنی آتش دوزخ عذابش داد. برآوردش با پرسیدش گفتی ای نفس پیشتر بیا، با نامد. عقیب برو، با نرفت.
گفت گفت نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت با تو هستی، با من هستم. میگه 100 سال در عذاب گرسنگی مبتلاش کرد، 100 سال دیگر به عذاب گشنگی برمدن. بعد خداوند پرسیدش که ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت که تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. ما یک ماه نفس چیکار میکنیم؟ انشاءالله خدا تربیه میکنیم. سبحان الله. روزه برای ما شما خدا خدی برای اکانومیک نیست. خیال نکنید دورهای شورای در پارتی کمونیستی این کافرای ملعون میگفتن این روزه برای اکانومیک. نه، روزه تو اکانومیکت نگاه نمیکنه. سیری پری است، گشنگی است، روزه را میداری. یک ماه الان منو تو را میسنجد کنی بندم چیکار نکرده شد، منم میگفته شد یا نفسی شیطان میگفته شد. ولی من انشاءالله الله بگو، الله که خدا خواهد انشاءالله چیکار کن؟ عبادت کن انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی عزیزانی من انشاءالله بینین چندین برادر مؤمنا را و اینچنین انشاءالله خدا خواهد زنها را الله در قرآن عظیم و شان مدح میکند. الحمدلله سوره احزاب آیت انشاءالله خدا خواهد 35 چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی استعیذ بالله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. در این آیت بینید، همین آیت نزولش حضرت سلمه مادر سبب شدادیان. سلمه مادر مزدادیان که الله سبحانه و تعالی مرد کنده آیت نازل کرده ما زنهانده چی؟ همین آیت میگه نازل شد. هر آینه میگه این المسلمین و المسلمات، البته مردان مسلمان و زنان مسلمان. زنم باید که اسلام بیارد، زن هم باید که نماز خون باشد. عزیز من تو خودت نماز خونی و زن نماز نخونه، این شرمندگی منه. اینما المسلمین و المسلمات، این میگه ای مسلمان مردا، ای مسلمان زنا، و المؤمنین و المؤمنات، ایمان آوردگی مردان، ایمان آوردگی زنها. بینید هم مرد هم زن در این آیت الله ذکر دارد. بینید و القانتین و القانتات، بینید فراوان یاد کنندگانی الله و فراوان یاد کنندگانی زنان. زنم گو خدا خواهد دائم به ذکر باشد، دائم انشاءالله سبحان الله الحمدلله الله اکبر داشته باشد، به غیبت نباشد. بگو ای گو زنک جان غیبت نکگو، هرگز تو هم به یاد الله باش. تو خدا در قرآن سوره احزاب آیت 35 مدح کرده. گو بینید و صادقین و صادقات، میگه خدا راست گوینده مردها، راست گوینده زنها. کدام مردهایی که انشاءالله راست گوینده هستی، کذاب نیستی. امروز باور که جامعه بالکل دروغچی شد. باور که جامعه خدا نگه داره چی رفته ساده ما بالکل دروغچی، نیرنگ باز. با والله که با قسم یاد میکنم امروز خدا خواهد ما را فریب داره، وعده میکند وعدش خلاف، گپ میزند دروغ، سر میشنه که دیگه کشیده است. کدام یک بدبخت زنش طلاق کرده است. بینید مردش گپی دروغ زد. وقتی که زنش من داخل کردم گفت که دامنا جان گفت تمام شدگی است. بینید مرده که ته چنین زنکم قدر نداری. ما تو خواهد گفت از خدا بترس، تو بازی نکن به شریعت. چنان میزند که
چوبی خدا صدا ندارد، بعد از زدن دوا ندارد. عزیز من، تو با اسلام بازی نکن، شوخی نکن، با زن شوخی کن، با جورت کن، با بچه شوخی کن، با اسلام بازی نکن. چنان میزند که یک عمر خورت میکنه، یک عمر شالت میکنه. خدا خواهد انشاءالله یک عمر یک جای خامده سالها من آدم ها رو ممکن 20 سال و 25 سال باور میکنه خدا نگه دارد. مردنش نراضی هستی، خودت سبب هستی، حیات نه خودت سبب میشی، نه نبرد هیچ کس نه. خدا تو را مجبوری درد نمیتیه، لیکن تو خودت میخوایی، اما گناه نکن گفت میکنی، بعد از بلا میزند. خدا خواهد بعد گریسته میگردی، بعد میگوی تقدیر، بعد افسوس میخری. میگی چی افسوس خری؟ فایدهش نیست. واقعا میگه پیش از بکوشیدنش پیش گیر، پیش از خدا خواهدشون کادیستر نشیدن اول تو اوی که فکر که گفت زن. خدا مرد داره که کسانی که توری گفت میزنن، مردم زنایی که توری گفت میزنن، و صابرین و صابرات، کدام مردایی که صبر کننده هستن در مصیبت و بلا که بالات میاره الله سبحانه و تعالی، یا زنهایی که بالاشون مصیبت میآید، بچهش میمیرد، شوهرش میمیرد، مال و دنیا نیست میشود، صبر میکنه انشاءالله. خدا خواهد ایوب ببین، یک میلیاردر خدا خواهد پیغمبر بود، تمامی مال و داشت، الله گرفتش، هیچ نمون، بدنش نه خدا درد داد، چندین سال عذابی دردی بدن کشید، تمامی بدنش کیرم کرد. تصور که پیغمبر خدا سنجیدش، کنی گفت چیکار میکنه؟ صبر میکنه. برای من ایوب صفتی صابرین الله سبحانه و تعالی دادش که ایوب صبر کننده های. وقتی که بالا میگه مصیبت بیاید صبر کن، یا زن بالا مصیبت بیاید صبر کن انشاءالله. خدا خواهد نه دومده گریه نکن، داد نگو، یعنی حکومت دارا پیش رفته شکایت نکن فلان پیستانشی، نه صبر کن. پیغمبر صلی الله علیه و پیش یک جوان اومد میگه، گفت که من هیچی ندارم پیغمبر، میخوام که پیش ما شکایت کنم که یگان چیز باشد یاردم کنه، من در همین زنم نمیمونم. زنم میگه که ای بی مردک، الله رسونه صبر کن، کار که مهنت که میگه. و گفت او زن جنتی های. وقتی که گفت زن سیری خونش نبرارد، زن انشاءالله شکایت نکند گجا و گجا، او گفت زن جنتی هست. زن تفهم خدا خواهشان نگو یک تا منطقه دونچه گفته، یک تا اوبرید اویلا نریزم، یک تا گدا خدا انشاءالله که تنکشه گفته سیمیت پزور نکه خدا خواهد انشاءالله. نکی کار هست، صبر که خدا خواهد، خیرات که حرکت کن، مهنت که خدا خواهد انشاءالله. پیش پیغمبر یک صحابه من گفت که یا رسول الله من هیچی ندارم. چی داری؟ گفت در خانت. گفت یک اسبابی کاری همه بیار. گفت پیش من آوردش میگد، گفت برداشت میگد، گفت کلام صحابه هم نمیخرن. یک صحابه گفت که من میخرمش، خرش گفت فروختش. گفت که میره ای بازار یک تا تبار میگیری، یک تا بند میگیری، دو میتر بچم کوه میروی، هر روز دزده هزین بیاره 510 مای روزی خدا بسیار. اون میگد صحابه میلیونر شد. کلت کار فرمی اگر انشاءالله خدا خواهد غیرت کنی، حرکت کنی، الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. نیک خانه را خدا تو آسمون دلار نمیپرتاید. این دروغ این، اگر دلار نمیپرتاب بخشی ها خونش پری دلار میشه. دو میکرد کپچی که هم تا پرده اومده در خونش تاب قطار زده، دلار ما شما زده گرفته، چون تکام خدا خواهد کندوات کرده خدا زده و میشه سیاه میکنه. دروغ این نمش میشید نمیشید میناید. انت عقل داده عقل تکافر، عقل پیش رگایاته. گفی دروغ این با بوار کرده کافی مشه. گر کنی تصدیق قولی فعال بین، یا کنی دشنام رب العالمین. یا برای هم فعال بین نگفت شاقه تصدیق، یا برای هم خدا حقارت که براره. الله نگه داره شما را. والخاشین والخاشعات، و خشوع کنندگان مردها و خشوع کنندگان زنها. الحمدلله ببینید در عبادت خشوع و خضوع داشته باشیم عزیزان من. والمتصدقین والمتصدقات، این چونین صدقات کننده مردها، صدقات کننده زنها. ترا مدد بین صدقات کننده ها مدد داره که سخاوت ما، کسانی که دائم سخاوت کردن میگردن خدا هم مدد داره در خدا. یا زنهایی که خدا خواهد انشاءالله من مسجد ما قریب 5-30% زنها خیر کردگی هستند، تا گوشمال و چله و دستمال های تیلاش آورده دادگی زنها هست. خدا مبارکش کند.
خوندگی هم آیت که خدا من در قرآن سوره احزاب 35 آیت مهد کرد که تو هم خیر کنی، تو هم احسان کنی، من ترم جنت میتیم. بیچاره ها تمامی چیز و چارش آورده دادن که هر چیز گذار باشه و پگه در جنت الله سبحانه و تعالی هم راهی شوهرکامو در یک جنت باشیم. امید که این الحمدلله چیکار کردن ویها غیرت کردن الحمدلله. و صائمین و صائمات، این چنین روزگیر مردها و روزه دارنده زنها را انشاءالله ببینید یک تا برای شما فرض نبودیم روزه مرده کنم زنه کنم انشاءالله خدا خواهد زن تم انشاءالله بگو خدا خواهد روزه گیره هم عذرش پیدا شد. دیروز کدام جوان تلفن زد گفت که زنم همین روز کسل شده چیکار کند؟ همون 4 روز میشود 5 روز از 3 روز تا 10 روز دوام میکند همون ویا میخرد بعدی به با داشتنش ادامه میتیاد. بعد روزا برمدن روزای کوتاه نوامبر دکامبر خدا خواهد انشاءالله بعد یک روز بعدم این قضاش بگیره جایزه انشاءالله خدا خواهد هم بیماریش نباشد و هم برابر شما انشاءالله خدا خواهد روزه میگیرد. والحافظین والفروج والحافظات، کدام مردهایی که فرجاش احتیاط میکنن زیناگر نمیشوند، زنهایی که فرجاش نگه میدارد مردک باز نمیشود. بین خدا مدح داره این سوره میگه نگه دار خطه خدا خواهد زانی نشود زانیه نشود زنم انشاءالله خدا خواهد رای فساد نرود. و ذاکرین الذاکرات، کسانی که الله دائم ذکر میکند و کدام زنهایی که دائم الله ذکر کرده میگردند تسبیح در دستکش حجابکش باشه تسبیح در دستکش خدا خواهد انشاءالله کوچه اومدی گذرنک جان سبحان الله الحمدلله الله اکبر تبارک. این الکترونی خدا خواهد و یا است که یکش نزیرش میکنه زیر که رفتن میگرسم با همه شیطان هم غالبش نمیتونه چون که یاد در چی میشه؟ یاد سبحان الله میشه یاد الله اکبر میشه. اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما. خدا هم برای این گروه هایی که در مولا انشاءالله ذکر کرده شد عزیزان من انشاءالله چی؟ یعنی مغفرت از گناهاتون مغفرت میکند و اجر بزرگ انشاءالله خدا خواهد چی است؟ جنت است انشاءالله خدا خواهد جنت منتظر خدا خواهد همین گروه آدمایی که این کارا را نمیکنند. الله البته وعدش خدا خلاف نمیکند عزیزان من. و عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری. امام بخاری این حدیث روایت کرده است از ابو هریره گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که روزه دارد روزه ماه شریف رمضان از روی ایمان و از روی امید اجر و ثواب روزه اگر دارد که این پاداش الله میتید بود خدا خواهد مغفرت کرده میشود گناههای گذشته ای گناههای گذشتگی هم الله حسمان آتش کم میکند مغفرت میکند الحمدلله. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. سهل رضی الله عنه از نبی صلی الله علیه وسلم گفت البته در جنت گفتن یک دروازه است که نام برده می شود و ریان گفته که علایده دروازه است برای شما داخل می شود از همون روز قیامت فقط روزه دارا لا يدخل منه احد غیرهم دیگر یگان کس راه نمیتیم فرشته فقط روزه دارا از همون دروازه می دراید. یقال این الصائمون آواز میدادیم فرشته که در کجا هستند این روزدارای ماه شریف رمضان فیقولون لا يدخل منه احد غیرهم بس میگفتین که یگان دیگر کس از این دروازه داخل نمیشه فقط روزداران مرحمت کنید ما شما خدا خواهد گم بخیزیم سبحان الله امتای محمد صلی الله علیه وسلم میلیون امروز امت دارد میلیون انشاءالله صایم روزه گیرنده دارد انشاءالله خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را از بسیاری امت دیده فخر میکرد از روز قیامت سبحان الله. بینین 120 صف میشود روز قیامت عزیزان من از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم 80 صفش امتای محمدی صلی الله علیه و سلم پیغمبری نازنین گفتن 80 صف امتی محمد سبحان الله و 40 صف دیگرش باقی مانده از آدم تا عیسی علیه السلام امتا صف میگیرن. این بخت نیست الحمدلله
چرا ندا کنه که ای سایم بیا، نگوید ای زانی، ای سارق، ای زناگر، ای دوست، ای بدناموس، ای فاحشه، نگوید. گوید که ای روزه‌دار کجایی؟ بیا 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 بیا، این دروازه بیا. خدا نگهدارت، خدا خواهد. و اذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. وقتی که میگه همه روزه‌دارا داخلی همون مکان کشید، دروازش میگه فرشته‌ها محکم میکنن، یگان که صلاح نمیتیان. سبحان الله. این مکافاتی عالی نیست از جانب خدا برای من و تو انشاءالله خدا خواهد. بینید نیستین؟ حتی اینکه سهل بن سعد میگه این فی الجنة بابا یدعى الریان. بینید در جنت میگه انشاءالله یک دروازه است که نام برده میشه، میگه چی؟ ریان انشاءالله خدا خواهد. بینید فقط دعوت کرده میشه، میگه روزه‌دارا. بینید روزه‌دارا دعوت کرده میشه، الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. برای چی؟ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وانا اعز به. ببینید ابو هریره روایت میکنه از نبی صلی الله علیه و سلم، حدیث قدسی است. الله سبحانه و تعالی میگوید الصوم لی و انا اعز به. روزه برای منه و اجر و مکافاتش من خدمت میگه. ببینید روزه برای کی میده؟ فقط برای الله. برای چی؟ سبب که خدا کنه ما زندگی بگیم که 1000 تا آدم شدگی است، کسی نمیدوند که کی روزه دارد کی روزه آخر است، یا میدونید؟ انیق نیست. من شما را سوال دارم که برادر نماز میخوانی؟ گفتم میخوانم. یک ما بعد دیدم که نماز پیشین گذشتی برفتی ای مسجد، یا مرکه نشیدم 2 ماه بعدو نخستی نمازی بامداد خونی، یا نمیخستی نمازی پیشین عصر خونی قطیما، هم میگم این بی نماز بده است. دیگه روز آخر هیچ کس نمیده خونت بخری بخری چکم تا سیکنی تا من چه زنی بلغات قاق کرده بعد گوشه رنگ تازه کرده انا صائمون، منم روزه دارم، منم اعلا میترسم. گویی کی میدونه؟ فقط بجز الله این سینه است. بینید یدعو شهوته و اکله و شربه من اجلی. خدا میگه این بنده روزه داری من ترک نکنه، میگه شوهر چه بزنش جاگ خوابی نکرد در روز و میگن افکار نخون، شربت نوشاکیاش ترک کرد. برای کی؟ برای ترسی از من کرد. اگر از خدا نترسی زدن بگیری، خوردن بگیری. وقتی که ما و شما خدا خواهد میدونیم به این روز چند مراتبه تلفنی من قرار نمیگیرد. اینش میگه داملا ناخواست یک نخود خوردم، داملا جان ایادم برمه دست ناز کشیدم. ناز کشا ناز در تاپچه پافتمون چون تک نجه میگیره نازی بدبویه افلاسه نپرداش روزه را پرداش خدا خواهد غرونشه یک از تعطیل توبه که انشاءالله خدا خواهد الله قوت میتیه، الله یاردم کننده خدا خواهدشم. ات موزیکی که مردک نه خدا خواهد چیل نرکم یک نه ناز پرتایی که خدا خواهد انشاءالله 500,000 مکافات میدیم کسی اگر توری پرتایی. لیکن 2 ماه سنجمه چونکی من بچه هم تشیده با 20 روز بعد با خود مفتم برادر چیکار کردی؟ این میگه همین نوسا پرتافتم 3 روز چه دادن کلم گن زنم که من به کار که نوسا کشف کار که زنه که گپ میگه با نوسا زدم رساشید با برخ میگه ولی 2 ماه بعد تو سنجیده میگیریم چون تاکو نام گفتم است بو دروغ گویی که 2 روز پافته بعد 3 روز اومدن نه الله نگه داره. وقتم شده است برادر عزیز انشاءالله یک از طرفی حکومت متعجل یک سوال شدگی است. همین سه خدا خواهد بحث همی شما برسانیم چون که ثابت رفتنش در کار انشاءالله اداره داخل دار. انشاءالله امروز جوانای عزیز ما و شما الحمدلله چشدیم نرکمان شدیم. همین یکم نوسا میکشی بس یک پاپیروس نمیگذاری، بس یک خدا خواهد انشاءالله چی نمیگذاری، بعد خدا خواهد انشاءالله سک بعد نارکوتیک نمیگذاری. سیگاریتم، نوسم، نارکوتیکم همش حرامه. این در دورهای طولی ولی ما سوال میتونیم که در دورهای پیغمبر نبود کو، در دورهای رسول الله نه نوس بود نه سیگارت بود. لیکن بعد آمدگی امتا چیکار کردن؟ این چیزا جاری کردن. خدا سبحانه و تعالی 3 سورنده ما و شما را 2 سورش نه پریجده میکنند.
استعیذ بالله. سوره انشاءالله خداخواد مائده، بقره سوره 195 آیت. استعیذ بالله. خداوند میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. خدا میگه نفقه کنی، خیر کنی و خودتون به سوی هلاکت ناندازه. همین آیات همین نوسم، پاپیروسم، نارکوتیکم، وینام، عرقم همه چی حرامه. چون که هلاکت زنش صدا شده مست، خونش علا صدا شده مست، پلی آتش دیده شده نرکمان، پلی آپاش دیده شده قیموربوز. من بچم قشلاقی تصور کنه همین کدوم هوای آدم شدیه. آدم نمیشه. کسی که خدا خواهد نارکوتیک دست میزنه، کسی که خدا خواهد انشاءالله گیاهمند گیره بابد سیگاریتاش برمده. نشام حرامه، برای رسول نشام حرامه. از الله بترس خدا خواهد انشاءالله. بینید خداوند در سوره انشاءالله خدا خواهد نیسا آیت 29 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. یعنی میگه به همدیگرتون نکشه، یعنی دیگرتون به قتل نرسونه. البته الله برای شما مهربان است. امروز خیلی شاف کن داخل تو نمی خیلی با کارچه خیلی دیلا حرام میمری تو جنت نمیداری دیگر. کسی که خودشه القاتل و حتی المقتول فی النار میگه پیغمبر، کشندم کشته شدم دوزخی. برای چی گفتیم که کشته شدم یعنی کشندم دوزخی؟ چون که اینم حرکت میکنه که بکشه. دارمی؟ این زمانی خوبه چون ختم میکشی، چون عفو میندازی، چون نشانده میگیری، چون گناه رو، چون این حرامات میکنی. امی سلمه مادر چی میگن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر چیزی که کل مسکور خمرون و کل خمرون حرامون. هر چیزی که انشاءالله خدا خواهد کیف میتیه و عراق است، هر چیزی که عراق است و حرام است. برای چی گیره میکشی؟ کیف میکنی. نصف برای چی میکشی؟ کیف میکنی. نه من روزا دورا روزا شده شده جا کیف میکنن، مثلا میکنن، نه آش میخورش نه گوش میخورش، فقط همون نوسی بدبخت میخورش. میگه هیچی نیست اگر نباشه پرتاش. ببینید در ترکیب تماکه میگه ببینید 4000 ماده هلاک کننده وجود داشته. 4000 ببینید همش انسان سلامتی نمیگه ضرر دارد. ببینید 4000. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر حدیث چی میگه؟ مست کننده، بدن خالی کننده، ضعیف کننده الله سبحانه و تعالی ایسا حرام کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایسا منع کرد. همون ضعیف کننده هاش بدن و علمی نشه کناره و نکی کار خدا خواهد جوانی خوب شد. جوانی تن خدا خواهد ممکن ایتوال عالم میروید، پاری میروید، پروفیسور میروید، دکتر ناوگروی نرش ممکن. هنی نفتریتت خدا خواهد انشاءالله. دکتری زور شو تمام دنیا من از هندوستان رفته سادم تو نمی همین هندوستانی نرکمند نشد، الکش نشد، خوند زور خوند. امروز خدا خواهد اومده همه دنیا خدا خواهد پریده ساده، پول گوی پول ماشین پیشش 100 دلار اکا باشد کنم گوشت ای افتریته تای نه خب نشه و کنور عرق افتریته چه این شرمندگی خلاص فقط از ظالمان. بعدم از این سا همه ما دور شد از این چیزا. الله سبحانه و تعالی انصاف ممتیت توبه کنیم. خدا خواهد وقتم شدگی است امید میکنیم که برمیگه آدم عقل دار یک نکته بس است، هر کی شعور است ورنه چراغ پیشی کور است. آدم با عقل بمیانم یک تا آیت یک حدیث بس است. اگر من توسعه را خدمت کنم با هم خلاقت کاری ختمه که باشی کدنگی دیگه چکا میکنی کاره چی فایده؟ من پلیاتش دست همسایه خونش دومه شده. امروز این خدا خواهد پناه نیست، جای خودمون هم شده شده. همسایه خونش دست نیفتن چیکار میکنن؟ بعد آخر بعد جنایت نسخت دست میزند، آخر حکومت هم جوابگر نمیکشش، جوابش میده. کسی که بدونه همین چیزا را گوی ما، کسی که کی همین کار نزنی مثلا میکنه میفروشه و گوی خدا خواهد این پیش کار را گفتن در کار. این بازی نیست، شوخی نیستی. آخر یک عمر خدا خواهد گریستن ممکن، یک عمر بچت خدا خواهد انشاءالله فلج شده گشتنش ممکن. کی عذابشم میکشه؟ پدر و مادر. ایاد نبرو خودت میکشی.
ما یک میریم چیه من میپرسیم یک یا فورم دو بار صفت بکنه میره لیکن عذاب خودت میکشی، مادرت میکشه، عتت میکشه، دادرت عقب میکشه. درست نکی کاره. انسانی خوب شو، با تقوا شو، با دیانت شو، با ایمان شو، افتریتت بیزنسمن شو. خدا خیر انشاءالله. اسلام طرفداری خدا خواهد همه کاری خوب است، همه کاری نیکی است. همیشه خدا خواهد از این راه فرزنداتون بگین انشاءالله. با ما در سیدای بیم خدا خواهد مکمل صحبت میکنیم. البته انشاءالله خدا این کارا را پرتاید خدا خواهد. وقتا نزدیک است عزیزانی من. الحمدلله کارم ادامه دارد. باز هوا گرم شد. الحمدلله خدا خواهد با کارهای مسجد ادامه میدهد. امسال 3-4 ابیکت دیگر داریم انشاءالله. جوانای سخاوتمند امروز زنگ میزنند حضرت خدمت باشد. انشاءالله خدمت منان دروازه خدا خواهد آزی میکنیم. الحمدلله من هفته دروازه ها میآید. الحمدلله محکم شدم. بعد رمضان جنیت از آن گوگ منبر میکنیم انشاءالله. بالای اطراف اینا سنگ مرمر میزنیم. انا توی تاش وایش زنگ فتست حکومت هم توی انا خدا خواهد نویسونه پتلاکوش میزنیم. و اینچنین حجره خدا خواهد که از بابا موندگی بود همین از نو انشاءالله انشاءات با آخر میرسونیم. گفته که امید داریم این هم به یاردم شما سخاوتمندی شما عزیزان میشه خدا خواهد انشاءالله. الله سبحانه و تعالی البته اجر مکافاتش به هر میدهد. یک چند برادر خدا خواهد انشاءالله خیر کردید. یک برادر 300,000 سوم، یک برادر 100,000 سوم، خاله یلدوز خان 40,000 سوم، یک برادر 100,000 سوم، یک برادر 200,000 سوم، یک برادر 100,000 سوم، یک برادر 200,000 سوم، یک برادر از تاجیکستان 65,000 سوم، یک برادر 120,000 سوم، یک برادر 50,000 سوم، یک برادر برای مادرش دعا گفته 600,000 سوم. یک مکتوب آمده است: السلام علیکم استاد، در شهر مسکو یکی بهترین انسان از شهر کنیبادام امکی کریم جان بندگی کردگی هستند، در حقشان دعا کنید انشاءالله. امین. برادر بهترین شخص بودن. چقدر مردم شعار زنی که یک جای کار کرده یاردم کردیم. الله سبحانه و تعالی همین عملمونه جاشن جنت و در این ماه مبارک شریف رمضان یکی از خدا خواهد باغ‌های بهشت الله سبحانه و تعالی مناسبش بگرداند. همین خیری احسان کردگیام این مادرم خدا خواهد انشاءالله مبادا بیمار باشن تنی سیاحت شدیت خاطر جمع مبادا خدا خواهد یگان انشاءالله مشکلات و معما داشتم الله برآورده خیر بگرداند. یک خواهر تقریبا 2 ساعت امروز خدمت کرد در همینجا. بیچاره آبی دیده کرد، فرزندش وفات کردگی. الحمدلله فراق فرزند این سال بسیار منم باعث شدم که در فراق فرزند بلکه 1 سال 2 سال شده است. حالی هم حضرت میگه قرار نمیابم میسوزم. حالی هم فراق بچه هم ندارم دیگر. بچه یک دخترها دارم. یکی چی حالت خیر گفتم تقدیر الهی خواهر گفتم بیام خدمت کنم دعا کنیم شاید در این ماه مبارک بچه یک خدا قبرش پر نور کند از آخرت خدا خواهد انشاءالله دیش. و گفتیم وعده کردیم انشاءالله. البته خواهرم انشاءالله فرزند داره نداشتگی فراق فرزند میدوند. برادرها این بازی نیست خدا خواهد انشاءالله. نباشد میگن که قدری بی فرزند از بی فرزند پرس و هم میدانی. برای این الله سبحانه و تعالی از این ناخونکا از این گهورکای چشم ما و شما را هرگز کم نگردوند. بابام یک دعا میکردن هیچ وقت میگفتن داغ فرزند نبینیم. هیچ وقت کیم بده است. ما پدرام را با هر که مادرام ایکو کپی که در 13 دروغت میگویم ایادت میبراید دیگه بچت مرا و جیگره خدا خواهد انشاءالله سالها ماها ایادش نمیبراری. یکی پدرم مثل هوای قدردان کن خدا خواهد انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگار چی مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی. در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن را اسلام را جاگیر بگردانی. آنچه انشاءالله موعظه هایی کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی. پروردگار دهه رحمت همه ما را و گذشتگان ما را به رحمت الاله سزاوار بگردانی. آن ورده که خیری احسان کرد
اون برده که در اینجا دست بارداشته سیان پروردگار چی مقصد و چی آرزوها داریم خود دینی است و خود دنیاوی الله با فضل و کرمت الها برآورده خیر بگردانی. الله اکبر. تحیت مسجد خونین ان شاء الله از آن بگن.